نیست. ما ملت تاجیک خلق تاجیک در سالهای 90 بدبختترین سنگین ترین روزها را پس سر کردیم. انشالله این مشکل های پیش آمده را پس سر میکنیم. خدا کنه دست خدای متعال آرزو دارم، طلب میکنم از همه روزهای سخت‌ترین و سنگین‌ترینی خلق تاجیک را انا مثلی انا همین حاضر گرداند. سلامت باشید. آفرین، تبریک. یک جهان تشکر به شما، به همه اهل سنت، فرهنگ و همه اشتراک کنندگان این محفل بسیار زیبا با شکوه و شهامت و زیبنده تحفه بهترین نوروزی به کل مردم تاجیکستان گردید. من شما را از صمیم قلب به این چهاربینی سطح درجه عالی تیار کرده تان منتداری صمیمی خود را، تشکر بی پایان خود را بیان می‌کنم. حاضرین محترم، بیتان به افتخار همه آن فرزندان ما شما، برادران و خواهران ما شما، برای ما ماهای طولانی زحمت کشیده این محفل ادانه را پیشکش کردن یک خرسک آسمان کف تحفه میکنیم. هموطنان عزیز، حاضرین محترم، من دائما در سخنرانی های خود قید میکنم زندگی حیات همین است. از روز تولد تا نفس واپسین حیات مبارزه است. حیات این پیشروی است و ترقیات است. هیچگاه در زندگی در یگان حالت رو افتاده شدن در کار نیست. ما ملت تاجیک خلق تاجیک در سالهای 90 بدبختترین سنگین ترین روزها را پس سر کردیم. انشالله این مشکل های پیش آمده را پس سر میکنیم. آفرین. ما باید بنیاد کنیم، سازیم، وطن خودمون آباد کنیم. با آن همین نسل جوان یک ملک آباد و پیشرفته میراث گذاریم. دیگر از ما هیچ چیز باقی نمیماند. همه چی میگذره. کارهای در پیش خیلی وظیفه‌های زیاده دارن که آنها را باید اجرا کنیم. ما سال آینده جشن مقدس ملی دولت خود را، 30 سالگی دولت جوان تاجیکستان را تجلیل کردنی هستیم و برای این جشن تجلیل کردن از حال زحمت کشیده وطنمان را آباد کنیم، خانه در کاشانه خود را آباد کنیم، زیبا گردانیم، محل زیست خود را وی کنیم، برای خودمان زندگی خودم آسایشته، زندگی با برکت برای خود، برای فرزندان، برای خلق تاجیک مهیا سازیم، بنیاد کنیم، سازیم. همین از دولت داریم. دیروز باد هوا چگونه بود؟ دیروز چگونه باد هوا بود؟ بارشات بود. من را دلم غمگین شد که زحمت فرزندان من خدا نکند که باران و برف شود و می نرود. هر کس را از دل نیت ما مردم تاجیک تاریخاً پاک به آلایش بود. همین که میماند. ما با کسی خصومت نداریم. ما ملتی فرهنگی هستیم. ما ملتی تمدن آفر هستیم. ما ملتی تمدن ساز هستیم. ما ملتی معمار و شهرساز و شهردار و صاحب قلم هستیم. بار دیگر یک جهان تشکر. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد.
خدا کند از خدای متعال آرزو دارم، طلب میکنم از همه روزهای سخت‌ترین و سنگین‌ترینی خلق تاجیک را انا مثلی انا همین حاضر گرداند. سلامت باشید. آفرین، تبریک. سلامت باشید، خوشبخت باشید، آباد باشید. یک جا تشکر. سلامت باشید.